عصر شما بخیر. من زریه حاجیان از حاجیان لا پی سی با شما صحبت می کنم. امشب برنامه ما رو از صدای افغانستان لایو بین ساعت 6 تا 6 و نیم مشاهده خواهیم کرد. از شما متشکرم که به ما پیوستین. امروز روز اول مارچ 2011 و رسیدن بهار رو به همتون خیلی تبریک میگم. بهار ما داره نزدیک میشه، عید نوروز داره نزدیک میشه که انشالله همه با هم لذت خواهیم برد ازش. دفاتر ما در 23201 لیک سنتر درایو لیک فورست هست در سادرن کالیفرنیا و شماره تلفن های تماس ما هست 949 452 9400 یا 714 973 7800. اگر خارج از کالیفرنیا یا لانگ دیستنس از جاهای دیگه کالیفرنیا با ما تماس میگیرین، شماره تول فری داریم هست 888 978 ویزا یا 8472. اگه امشب دوست داشتین با ما تماس بگیرین، سوالی داشته باشین، میتونین با تلفن های استودیو 949 269 1441 تماس بگیرین و سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید. ولی مطمئن باشین که سوالاتون ربط داشته باشه به موضوع امشب که وقت برنامه برای وقتهای دیگه کسان دیگه گرفته نشه. خیلی متشکرم. امشب برای شما از اخبارهای جدید ایمیگریشن براتون آوردم که چه خبرهای جدیدی هست. ایمیگریشن چند تا خبر جدید داده. یکی از خبرهای جدید اینه که کسانی که کوالیفای هستن میتونن برای سیتیزنشیپ اپلیکیشنشون اقدام بکنن که این فی ویو بشه، یعنی اینکه مقداری که بعد برای اپلیکیشن داده بشه میتونه ایمیگریشن اینو ازشون نگرفته باشه. البته شرایط بخصوصی داره که شما اگه با دفتر من تماس بگیرین به عرضتون خواهم رسوند. از خبرهای دیگه که داریم هستش برای H1B کپ که H1B که همونجور که بهتون گفته بودم در دفعات گذشته برای ویزای کار هست. یه نوع ویزای کار هست که برای کسانی که از لیسانس یا فوق لیسانس برخوردار هستن میتونن شاملشون بشن. این کارها لیستای مختلفی داره که اگه با دفتر تماس بگیریم به اطلاعاتتون میرسونم، چون لیستش خیلی طول و درازه و من نمیخوام که وقت برنامه رو براتون بگیرم. به هر حال در ژانویه 26 ژانویه امسال ایمیگریشن اعلام کرد که H1B کپشون به حد خودش رسیده. یعنی اینکه از 65,000 تا اپلیکیشن که قبول می‌کردن برای H1B همه اپلای کردن و به حد ممکن رسیده. ولی شما همیشه شانس اینو دارین که اگر که جزء استثناءات این H1B اپلیکنت باشین و اگه با دفتر تماس بگیریم بهتون میتونم بگم که چه کسانی استثناء هستن. خبر دیگه این که خیلی از استثناءای H1B از دسامبر 22 2010 پر شده که اونم 20,000 تا ویزا بوده که میخواستن بدن برای ادوانس دیگری اپلیکنت ها، یعنی کسانی که از فوق لیسانس و دکترا و خیلی بالاتر از اون برخوردار هستن و اون 20,000 تا پر شده. ولی همیشه امکان این هست که شما اگه در داخل امریکا باشین جزو اون استثناءاتی باشین که بتونن به استثنای اون استثنای 20,000 تا بهتون این ویزا رو بدن. یکی دیگه از اخباری که ایمیگریشن به اطلاع ما رسونده اینه که اگر افرادی در حال حاضر اپلای میکنن برای I-485 یعنی adjustment گرین کارتشون، میتونن برای دریافت اجازه کار و کارت ادوانس پرول که تقریبا مثل ویزای خروج و ورود میمونه به امریکا برای کسانی که گرین کارت دارن استفاده بکنن.
اگر شما برای I-485 اپلای میکنین دیگه اجازه کاری که آمده، اجازه کار جدید، یک کارت جدیدیه که از فوریه 2011 شروع کردن اینو پخش کردن برای کسایی که کوالیفای هستن و این کارت هم یک کارت هست برای ادوانس پرول، برای ورود و خروج به امریکا و برای اجازه کارتون. از خبرهای دیگه از طرف ایمیگریشن اپلیکیشن فیا هستن که یه مقدارشون به بالا رفتن. من براتون لیست چند تاشو میخونم. یکی اپلیکیشن I-90. I-90 اپلیکیشنیه که برای اگر میخواین که ریپلیس بکنین، رجیستر بکنین پرمننت رزیدنت کارتتون رو. یکی هست I-129. اگه برای نامزدتون اپلای میکنین، یعنی US citizen داره اپلای میکنه برای نامزد، اونم قیمتش رفته بالا. من این لیست رو براتون میخونم. I-90 از $290 رفته به $365. I-129 که پتیشن برای آوردن نامزد به امریکا از 455 شده 340. I-130 از $355 به 420 رسیده. I-131 که برای ادوانس پرول هست که الان براتون توضیح دادم با I-485 معمولا فایل میشه، اونم قیمتش رفته بالا که هستش 305 بوده، الان به 360 رسیده. I-140 که پتیشنیه برای کسانی که میخوان اینجا کار بکنن از طرف ایمپلویر و برای ایمپلویی فایل میشه، از $475 به 580 رسیده. I-290B که برای اپیل کردن یا موشن فایل کردن هست 585 بوده به 630 رسیده. I-751 برای کسانی که گرین کارتشون رو از طریق ازدواج دریافت کردن و میخوان که اینو مدت کاندیشنالشون یعنی موقتشون گذشته، اون 2 سال گذشته و الان میخوان که 10 ساله گرین کارتشون رو بگیرن، یعنی پرمننت رزیدنت کارت بگیرن، اونم قیمتش رفته بالا متاسفانه که هست از 465 به 505 رسیده. I-765 برای اجازه کارتون از 340 به 380 رسیده. همون جور که ملاحظه میکنین تمام قیمت این اپلیکیشن ها هر روز داره بیشتر بالا میره و من توصیه میکنم که با دفاتر ما تماس بگیرید، سعی کنید که هرچه زودتر اپلیکیشناتون و انواع مختلف اپلیکیشنی که دارین زودتر فایل کنید تا قبل از جولای 2011. معمولا طرفای جولای هست که قیمت اپلیکیشن ها رو بالا میبرن یا به طرف نوامبر. به خاطر اینکه اقتصاد بده من ترجیح میدم که به شما کمک کنم که شما هرچه زودتر گرین کارت خود رو دریافت کنید، گرین کارت پرمننت خود رو که یعنی 10 ساله می باشه دریافت کنید یا اینکه سیتیزن بشین. امشب براتون راجع به سیتیزن شدن صحبت میکنم. شرایطی که برای سیتیزن شدن وجود داره اینه که اول از همه 5 سال از مدت گرین کارت گذشته باشه. 5 سال برای کسانی که به غیر از ازدواج گرین کارتشون رو دریافت کردن، البته با استثناهای دیگه که بعداً به حضورتون میگم. اگر که بعد از 5 سال گرین کارتتون، اگر از 5 سال از عمر گرین کارتتون گذشته، میتونین برای سیتیزنشیپی اپلای بکنین و اگر که ازدواج کرده بودین و گرین کارت خود رو از طریق ازدواج گرفته بودین، بعد از 3 سال میتونین اپلای بکنین. اگر که بچه زیر 18 سال دارین و شما سیتیزن هستین به عنوان پدر یا مادر، چه میخواد اینجا به دنیا اومده باشین، چه میخواد که از طریق گرین کارت خودتون به سیتیزنی رسیده باشین، اونم ما میتونیم براتون اقدام بکنیم بدون اینکه بچه شما به مراحل دیگه یعنی باید صبر کنه که مثل مراحل معمولی که باید صبر کنیم 5 سال بگذره از گرین کارت
دیگه مجبور نباشن که اون مراحل رو پس کنن و بتونن که اتوماتیکلی از شما سیتیزنشیپی رو بگیرن. بعد از این که یکی دیگه از شرایط اینی که شما 5 سال از گرین کارتتون گذشته باشه اینه که شما میبایست در خاک امریکا زندگی کرده باشین و حداقل باید 30 ماه در عرض از اون 5 سال رو در اینجا می بودین. اگر که مزدوج بودین میشه 18 ماه. نکته دیگه که بعد به خدمتتون برسونم اینه که از هر ایالتی که میرین اپلای بکنین برای سیتیزنشیپتون مطمئن باشین که حداقل 3 ماه در اون ایالت سکونت داشتین که براتون بتونین به ایمیگریشن اون ایالت اقدام بکنین برای سیتیزنیتون. یعنی شما نمیتونین در ایالت آریزونا باشین زندگی بکنین ولی اگر شنیدین که مثلا کالیفرنیا یا نیو مکزیکو آسونتر سیتیزن میکنه افرادو برین اونجا اپلای بکنین. باید حداقل 3 ماه سکونت رو در اون ایالتی که اپلای میکنین داشته باشین، به نفع خودتونه. قبل از این که سیتیزن بشین همیشه باید در نظر داشته باشین که ببینید که تکساتون رو دادین یا نه در عرض 5 سال گذشته. اگر که مجرد هستین یا از طریق کار گرین کارتتون رو گرفتین مطمئن باشین که ایمپلویرتون براتون تکستون رو داده و خودتونم فایل کردین. اگه با IRS فایل نکنین تکساتون رو این موجب این میشه که در کار سیتیزنشیپی شما یه ذره تأخیر بیفته و اگر که از طریق ازدواج گرین کارتتون رو گرفتین مطمئن باشین که همسر شما فایل کرده و اسم شما توی IRS فرم که هست 1040 یا 1040 ایزی حتما وجود داشته و اسم بچه ها. به هر حال اگر که شما تکس نداده باشین به این دولت امریکا حتما راجبش تحقیق میکنه و به دست خواهد آورد و باعث عقب افتادن این مرحله سیتیزنشیپی شما خواهد شد. البته همیشه استثناء وجود داره. در هر مرحله امکان داره که شخص مثلا بازنشست می بوده و کار نکرده و یا اینکه نمیتونسته کار بکنه اگه بازنشست هم نبوده ولی یک مشکل جسمانی داشته که نمیتونسته کار بکنه یا کار کرده ولی مقداری که کار کرده پولی که درآمد داشته کم بوده زیاد بوده یا هر چیز دیگه. استثناءهای دیگر رو براتون بعداً توضیح خواهم داد اگه وقت بشه انشالله. وقتی که به اینترویو میرین شما ازتون سوالایی که میشه سوالهای راجب گاورمنت هست، راجب قانونهای امریکا هست، راجب اینکه پرزیدنتاش کیا بودن و 100 تا سوال داره که این آفیسری که باهاش اینترویو میکنین مصاحبه میکنین برای سیتیزنشیپیتون ازتون این سوالا رو خواهد کرد. به علاوه اینی که شما باید به زبان انگلیسی مسلط باشین تا حدی که درک بکنید سوالهای این مصاحبه گر رو، شما باید حتما بتونید که انگلیسی رو روان بتونید بخونید، بنویسید، به خاطر اینکه وقتی که شما به مصاحبه میرین به شما ورقه میدن که روش نوشته شده چندین جمله از شما خواهند خواست که این جمله ها رو بخونید و اگر که این جمله ها رو درست خوندید و امتحان مراحل قانونی رو خوب گذروندین بعد از شما خواهند خواست که حتما چند جمله بنویسید و این سوال ها از قبل روی کامپیوتر این مصاحبه گر هست، آفیسر ایمیگریشن که میتونه بزنه و اون سوال ها بیاد. بنابراین همیشه یک سوال برای یه شخص نمیاد، ولیکن برای وکلایی که توی این کار هستن خیلی تقریبا آسون تره بدونن که چه سوالاتی رو از اشخاص خواهند کرد که بخوان ازشون بنویسن یا تکرار بکنن یا اینکه صحبت بکنن یا اینکه بخونن و
بازم سوال ها رو باید بهتون بگم که سوال هایی که میشه از برای قانون اساسی یا اینکه چه کسانی پرزیدنت بودن و چند تا ایالت داشته این امریکا از شروع این کشور که 200 خورده سال پیش بوده، اینا همه رو به علاوه این باید از شما درخواست کنن که شما اینو به انگلیسی بگین. البته باز استثناء وجود داره. استثناءهای دیگه برای اینکه این امتحان رو شما در وقت مصاحبتون به فارسی بدین وجود داره. شما باید حتما با دفتر من تماس بگیریم، براتون بیشتر توضیح خواهم داد. یکی دیگه از requirement ها و چیزهایی که باید بهش توجه بشه، نکته های دیگه که باید بهش توجه بشه اینه که شما باید حتما نشون بدین به اون کسی که مصاحبتون میکنه که وفادار خواهید بود به این قانون اساسی و خواهین از این قانون اساسی و این کشور دفاع کنین. یعنی اینکه وقتی که سیتیزن شدین از شما اگر که احتیاج بود که به شما بگن که اسلحه بردارین و برای امریکا بجنگین، باید این کارو بکنید. اگر که شما گرین کارت خودتون رو از طریق ازدواج دریافت کردین ولی الان مزدوج نیستین و میخواهین سیتیزن بشوید، شما میتونید که به دلایل مختلف مزدوج نباشین. یا میتونه ناسازگاری با همسر باشه، یا میتونه domestic violence اگه خدای نکرده وجود داشته توی اون ازدواج. اینا همه رو در نظر میگیرن. به هر حال شما اجازه دارین که برای سیتیزنشیپی خودتون اپلای بکنید، ولی مطمئن باشین که وقتی که به مصاحبه میرین حتما اون سند ازدواجتون، سند طلاقتون یا هر سند دیگه‌ای که وجود داره که دوست دارین که اون مصاحبه گر ببینه، حتما با خودتون همراه داشته باشین. این سندها حتما باید سرتیفاید باشه، یعنی مهر خورده باشه از طرف اون کانتی یا دادگاه یا هر جایی که این ازدواج یا طلاق به ثبت رسیده. اگر که سرتیفاید نباشه قبول نیست و این باعث میشه که مصاحبه شما به تأخیر بیفته و به هر حال گرین کارت شما ممکنه که این وسط اکسپایر بشه، مدتش تموم بشه و بعد در درد سر خواهید افتاد و باید کلی پولای دیگه خرج کنین، اپلیکیشن های دیگه فایل بکنین که گرین کارت رو دوباره بگیرین، بعد دوباره برای سیتیزنی اپلای بکنین. به هر حال اگه یادتون باشه اگر که مصاحبه اول رو قبول نشدین، همیشه یه سکند چانس بهتون میدن. شما میتونین یه مصاحبه دوم برین و معمولاً با اون آفیسر اولی نیست، با یه نفر دیگه است، ولی تمام اون سوالها دیگه فرق خواهد داشت، نوشتن و خوندن همه چی فرق خواهد داشت. اگر که ازدواج کرده بودین و گرین کارت گرفتین و بعدش طلاق گرفتین با یه نفر دیگه ازدواج کردین، اونم یه استثنای دیگه است که اگه با دفتر تماس بگیرین براتون توضیح خواهم داد. تمام این چیزهایی که من بهتون امشب میگم شما میتونین از روی وبسایت ما که هست hajianlaw.com نگاه کنین و به لینک های مورد نظرتون اگه کلیک بکنین به اون لینک های مورد نظر میتونین مراجعه کنید و بخونید که چه استثناءایی دیگه وجود داره. اگر نه با دفتر من تماس بگیرین یا با دفتر استودیو تماس بگیرین، همون جور که گفتم که ما بتونیم جوابگوی سوالات شما باشیم. بعضیا وقتی که سیتیزن دارن میشن مشکل حقوقی داشتن. مشکل حقوقی یعنی اینکه یا مرتکب یک جرمی شدن یا اینکه یک مشکل مثلا مثل DUI domestic violence یا theft shoplifting دزدی کوچیکی بوده، یا حتی اگه تهمتش بهشون خورده و این کار به دادگاه کشیده، یا اینکه drug involvement بود، یعنی مواد مخدر فروشش یا مصرفش یا هر نوع دیگه ای که اگه براشون اشکال پیش اومده،
اینو ما میتونیم، دفتر ما میتونه به شما کمک کنه که با این مسئله چطور برخورد بکنید و چجوری به ایمیگریشن توضیح داده بشه و چه کارهایی و چه مراحلی باید طی بشه که اینو بتونیم از پرونده بیرون بیاریم، یا اینکه اگه داخل پرونده هم بود مینیمایزش بکنیم، یعنی کوچیکش بکنیم. اینا همه بستگی داره که چند سال پیش بوده، کی بوده، چه جرمی بوده، آیا جرم بزرگ بوده، کوچیک بوده و دادگاه چجور تصمیم گرفته راجع به اون جرم. از همونجور که بهتون گفتم، اگه این certified document هایی که احتیاج با خودتون نبرین برای مصاحبه، برای مصاحبه شما به تأخیر خواهد افتاد، برای اینکه مرحله سیتیزنشیپی رو و مصاحبهش رو بگذرونین به تأخیر خواهد افتاد و از بین خواهد رفت زمانش. حتما با دفتر من تماس بگیرین که بهتون کمک کنم. اگر که سفری داشتین در عرض 5 سال، 5 سالی که بعد از بین گرین کارت و موقعی که دارین اپلای میکنین برای سیتیزنشیپیتون، این سفر معمولا باید کمتر از 6 ماه باشه. اگر که بیشتر از 6 ماه باشه ممکنه که در دردسر بیفتین. بازمون هم استثناء داره که آیا بیشتر از 6 ماه یعنی 12 ماه بوده یا بیشتر از 12 ماه می بوده. اگه بوده برای چی می بوده. دفتر ما میتونه به شما کمک کنه که دلایلتون رو چطور به عرض مصاحبه گر، آفیسر ایمیگریشن برسونه و چجوری براتون اینو توضیح بده توی اپلیکیشنتون که دردسری ایجاد نشه براتون. یکی دیگه از مشکلات دیگه ای که به وجود میاد اینه که بعضی وقتا در سفرهایی هست که امرجنسی هست، یعنی بر حسب اورژانس اتفاق افتاده و شخص از کشور خارج شده و با مثلا فکر کنیم به لیبی رفته و لیبیا چون که پرواز نداشته به امریکا، این شخص گیر کرده تو لیبی و نتونسته که قبل از اینکه 6 ماه تموم شه به خاک امریکا برگرده. باز اونم جزو استثناءاتیه که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم. همیشه سعی کنید که با خودتون پاسپورتاتون رو به مصاحبه ببرین، برای اینکه این مصاحبه گرهای ایمیگریشن به پاسپورت که دارین الان که اعتبار داره به اون نگاه میکنن، به پاسپورت هایی که کنسل شده نگاه میکنن، برث سرتیفیکت نگاه میکنن، به certified marriage خیلی میبخشین certified marriage or رکوردهای طلاقتون نگاه میکنن. به نظر میاد که یکی از بینندگان عزیز سعی میکنن با ما تماس بگیرن، ولی من نمیدونم چراغ این تلفن روشن نیستش و من نمیتونم جواب ایشونو بدم که خیلی متاسفم. سعی میکنم که بعد از آگهی ها به کمکتون برسم. نه، هیچ کدوم از چراغای تلفن من روشن نیست، ولی به من میگن که از استودیو کسی روی خطه، ولی متاسفانه خیلی میبخشی من نمیتونم تلفن رو وصل بکنم. انشالله بعد از آگهی ها به خدمتتون برمیگردیم و سعی میکنیم که به تلفن شما جواب بدهیم. به هر حال خیلی میبخشیم نشد. اگر که سن شخص که اپلای میکنه برای سیتیزنشیپ بین 18 تا 26 می بوده موقعی که گرین کارتشون رو گرفته بودن یا قبل از سیتیزنی، به هر حال این شخص که بین 18 تا 26 می بوده باید حتما برای سربازی رجیستر میکرده. یکی از قانون امریکا اینه که شما وقتی که به سن 18 میرسین تا 26 وقت دارین که برای سربازی رجیستر بکنین. این دلیل نمیشه که شما رو به سربازی ببرن، ولی کن اقلن اگه احتیاج باشه میدونن. اگر بین 26 تا 30 هستین و اپلای میکنین یا اپلای نکردین، حتما باید آماده باشین، آمادگی اینو داشته باشین که به ایمیگریشن توضیح بدین که چرا اپلای نکردین و
چرا یا اگه اپلای کردین چرا دینای شدین. و این فقط کافی نیست که به ایمیگریشن بگین که من اپلای کردم و ورقه رو فرستادم، یا اینکه مثلا یک پرالیگال یا یک خدمات اجتماعی به من قول داد که برای من اپلای بکنه ولی اگه نکرده تقصیر من نیست. حتما باید سعی کنین که یک مدرکی در دست داشته باشین که نشون بده که شما اپلای کردین برای رجیستریشن بین سلکتیو سرویسز بین سن 18 تا 26. یکی دیگه از نکته هایی که باید به عرضتون برسونم عکس شماست که باید با خودتون با اینترویو ببرین. خیلی ها سعی میکنن که عکس رو در منزل بگیرن و خودشون قیچی بکنن دورشو و شکل عکس پاسپورتی درش بیارن. متاسفانه این قابل قبول ایمیگریشن نیست. اگر لطف بکنین که با مناطقی که عکسای پاسپورتی میگیرن تماس بگیرین، خیلی با زحمات با قیمت کم میتونن از شما 2 تا عکس پاسپورتی بگیرن و شما اینو با خودتون با اپلیکیشنتون ببرین. نکته دیگه اینه که فراموش نشه که حتما کارت گرین کارتتون رو روش و پشتش رو با هم کپی داشته باشین. این 2 تا رو حتما کپی داشته باشین، با اپلیکیشنتون بفرستین و یک کپی هم با خودتون ببرین. خیلی وقتا ایمیگریشن از مدارکی که دریافت میکنن که بنا بوده با این اپلیکیشن بیاد گم میشه و هیچ دلیلی هم دلیل صادقانه‌ای من براش ندارم، ولی میگن من دیدم که به مراتب به ما گفتن که عکس گم شده